سلام مجدد خدمت شما دوست عزیزم. امروز یه موضوع بسیار هیجان انگیز داریم که تکنیکیه که اگر یاد بگیری و توی زندگیت اجرا کنی شاهد اتفاقات خیلی خیلی شگفت انگیزی خواهی بود. موضوع تجسم و تجسم خلاق. قبل از اینکه موضوع رو شروع کنیم امیدوارم 2 ویدیو قبلی رو دیده باشی. یکیش در مورد قدرت اراده در برابر احساس بود و دومی در مورد ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه بود. و گفتیم که اگر میخواد اتفاقی توی زندگی ما بیفته، تغییری ایجاد بشه توی هر زمینه از زندگیمون، میخوایم تناسب اندام داشته باشیم، میخوایم رابطه بهتری با خانوادهمون داشته باشیم، میخوایم درآمدمون بهتر بشه، میخوایم حال بهتری خودمون داشته باشیم و احساس خوشبختی بیشتری داشته باشیم، باید روی ذهن ناخودآگاهمون کار کنیم. و گفتیم که 3 روش وجود داره که شما روی ذهن ناخودآگاهت کار کنید. 2 روش اصلی، تجسم، جملات تأکیدی مثبت و ساخت عادت‌ها، که سومی گفتیم از 2 دیگه در حقیقت 1 درجه پایین تره. امروز میخوام در مورد تجسم صحبت کنم. ازتون میخوام با دقت این درس گوش کنید، این درس ها یاد بگیرید و برید بلافاصله اجرا کنید. و وقتی اجرا میکنی نتایجش میبینی شگفت زده میشی و واقعا مثل من تو خیلی از مراحل زندگیم کمکم کرده که این اتفاق من هل داده جلو به اون اهدافی که میخوام رسونده و حتی توی درمان یک بیماری نادر به من کمک کرده که در موردش همه اینها با هم دیگه صحبت میکنیم. اگر آماده این با قدرت بریم سراغ موضوع تجسم و تجسم خلاق. نکته اینه، ما اگه میخوایم به ذهن ناخودآگاهمون نفوذ کنیم یکی از مهمترین راهاش تجسمه. تجسم چی هست؟ تجسم یعنی این که من چشمامو ببندم، یه جا ریلکس بشینم، یا آهنگ مدیتیشن داشته باشم، بدنمو کاملا ریلکس کنم، ذهنمو به حالت آلفا ببرم و شروع کنم یک فیلمی رو بسازم از اون هدفی که میخوام بهش برسم، هر هدفی که هست. و اون فیلم من خودم کارگردانشم، من خودم بازیگرشم، تدوینگرشم، همه کار خود منم. توی اون فیلم ببینم به اون هدفی که میخوام رسیدم و اون لحظه‌ای که این هدف رو رسیدم بهش و لمسش کردم و بتونم کاملا توی ذهنم ببینم و تجسمش کنم. دقیقاً انگار اتفاق افتاده. با جزئیات تموم بتونم ببینمش، رنگ‌ها، بوها و احساساتی که اون لحظه دارم از رسیدن به اون هدف. به طور مثال من هدفم اینه که برسم به یک وزن ایدئال، به یک بدن خوش فرم و درجه 1. این کاریه که من خودم انجامش دادم. وقتی که اضافه وزن داشتم یکی از مهمترین تکنیک‌هایی که استفاده کردم تجسم بود. صبح زود مثلا ساعت 5، 5:30، 6 که از خواب بلند می شدم، اولین کاری که می کردم که هنوز واقعا این سیستم عامل بالا نیامده بود، ویندوز بالا نیامده بود، تو حالت خواب و بیداری بودم، یه صندلی داشتم که هنوزم دارمش البته، روی اون می نشستم، یه آهنگ مدیتیشن می ذاشتم، بدنم ریلکس می کردم و تجسم می کردم اون بدن خوش فرمی که می خوام چه شکلیه و اون بدن رو داشتم. توی ذهن خودم این فیلم رو می دیدم، من اون بدن دارم، داره از باشگاه میام بیرون، یه لباس فیت و خوشگل پوشیدم، داره کیف میکنم که از باشگاه میام بیرون، جلوی در باشگاه یکی از دوستامو میبینم میگه محمد چقدر خوب شدی، چقدر بدنت خوش فرم شده و من داره کیفشو میبرم. و بعد میرم ساکن میذارم عقب ماشین، میرم مثلا یه دونه فیله مرغ یه جا سفارش میدم میخورم و نگاه تحسین آمیز دیگران داشتم میدیدم. تو مهمونی ها که میرفتم همه میگفتن آقا چقدر عالی شدی. لحظه لحظه اینها رو میدیدم و تجسم میکردم برای خودم و اون حس خوبه رو دقیقاً توی بدنم و توی قلبم میدیدمش. این حس رو لمسش میکردم که به اون هدف رسیدم. واقعی اونو میدیدم و دقیقاً اون حس رو داشتم تجربهش میکردم.
و این موضوع رو تا میتونستم ادامه میدادم. دیگه یک جایی که دیگه خسته میشدم چشمم باز میکردم و میآمدم بیرون. این کار رو روزی 2 مرتبه من انجام میدادم و وقتی این پروسه شروع شد انجام شدن، اتفاقی که افتاد با روش‌های لاغری آشنا شدم که الان تو دوره خود ما اسمش ایزی فیته، لاغری راحت، که بدون رژیم غذایی، بدون ورزش‌های خیلی سنگین، با اصلاحاتی که روی ذهنمون انجام میدیم و سبک زندگیمون به یه بدن خوش فرم رسیدم و این بدن رو 20-25 سال من حفظش کردم. اینی میخوام بهتون بگم دوستان عزیز، ذهن ما فرق بین واقعیتی که الان هست و اون فیلمی که میسازیم از اون واقعیت و میبینیمش نمیفهمه. ذهن ناخودآگاه ما خنگه ولی قدرت خیلی زیادی داره. تو ویدیو ذهن ناخودآگاه گفتم یه کودکیه که قدرت بمب اتم داره. شما کافیه تصویری از اون هدفی که میخوای برسی، درآمدت، مقدار پوله رو مشخص کن. چه مقدار پول میخوای داشته باشی، بعد این پوله رو که به دست آوردی چجوری میخوای خرجش کنی، چه مسافرت‌هایی میخوای بری، چه لباسایی میخوای بخری، با کی میخوای بری مسافرت، با چه ماشینی، با چه هواپیمایی، کدوم کشور، کدوم شهر، اینها رو تجسم کن. ذهن ناخودآگاه ما فرق بین واقعیت و تصویر ساختگی رو نمیفهمه و وقتی به تکرار این مرتب به خورد ذهنمون میدیم باورش میکنه و چون ذهن ناخودآگاه ما مستقیما با کائنات در ارتباطه، کائنات دنیایی که دور بر ماست و ما توش زندگی میکنیم، شما میبینی که یه راهی جلوت گذاشته میشه که تا الان نبوده به نظرت، هرچند بوده تو نمیدیدیش. یه کتاب بهت معرفی میشه، یه فیلم بهت معرفی میشه، یه دوست یه پیشنهاد بهت میده، پیشنهاد کاری میده و میبینی اون اتفاق خوبه داره میفته. علت اینه که ذهن ما فرق واقعیت و فرق فیلم ساختگی رو نمیفهمه و این خیلی خیلی مهمه ما این تکنیک ها یاد بگیریم و در جهت درست و مثبتش استفاده کنیم. تقریبا میشه بگی همه آدم ها از قدرت تجسم استفاده میکنن ولی خیلیا برخلاف مصالح و فوایدی که تو زندگیشون میتونه باشه ایجاد میکنه استفاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی تجسم میکنه مریض بدترین حالتی که ممکنه پیش بیاد تجسم میکنه و ذهنش اینقدر اینو تکرار میکنه، ذهنش میپذیره و میبینی طرف با یه بیماری معمولی فوت میکنه، از بین میره. بنابراین ما باید یاد بگیریم که از ذهن خودآگاهمون استفاده کنیم و با تجسم کاری که انجام میدیم یه فیلم هایی رو بسازیم که ما به اون هدف رسیدیم، تکرار با حس خوب، با جزئیات، تا ذهن ناخودآگاهمون باورش بشه. اون موقع میبینین اتفاق عالیه میفته. بذارین یه داستان براتون تعریف کنم دوستان عزیز. من 18 سالم که شد میخواستم گواهینامه بگیرم. اون موقع پدر من یه ماشین تویوتا داشت، تویوتای نو کارینا بود فکر کنم، طلایی بود. اصلا تو شهر ما این ماشین معروف بود، بس نو بود و پدرم نمیداد من این ماشین سوار شم، من فقط میشستمش و من میگفت به محض اینکه گواهینامه بگیری این سویچش میتونی بری باش دور بزنی و کیفشو ببری. و من 3 روز مونده بود در حقیقت 4 روز مونده بود به گواهینامه آزمون و اینا، من متوجه شدم. ثبت نامم انجام دادم، 3 روز شد. پدرم به یکی از دوستاش گفت که تعلیم رانندگی داشت، گفت محمد ببر یکم یاد بگیره. رفتم پیشش، اسمش هم عرضم به حضور شما اسمش یادم نمیاد الان، دوست پدرم بود دیگه، تعلیمی داشت. گفت ببین محمد جان 3 روز که بیشتر نمونده. آقا حجت بود اسمش. همون حجت گفت آقا 3 روز بیشتر نمونده محمد، تو که اصلا نمیرسی که، فقط امروز و فردا رو یه دوری بزنیم آشنا بشو، یه آزمونم بده بفهمی وضع چی جوریه و بعد
انشالله دفعه بعد شرکت کنی و قبول بشی. قبول کردم. نشستم پشت ماشین، استارت زدن که اصلا بلد نبودم، هیچی بلد نبودم و اینا رو مقدمات بهم یاد داد. 1 ساعت، فردا هم شد 1 ساعت و پس فردا آزمون بود. خب من کتاب آیین‌نامه رو که گرفتم خونده بودم توی 1-2 روزه و شبی که فرداش آزمون عملی یا تو شهری داشتیم، توی اتاق نشستم روی لبه تخت. 3 تا بالش کوچیک گذاشتم جلو پام، یه دونه گوشکوبم گذاشتم کنارم و شروع کردم چشمامو بستم تجسم کردن بر اساس اون چیزی که عمو حجت گفته بود. آقا سوار که میشی مثلا با دست چپ در باز کن، سوار میشی کمربند ببند، آینه رو تنظیم کن، ماشین خلاص باشه، استارت بزن، فلان فلان فلان، حرکت میکنی، پارک میکنی. من اینها رو توی ذهنم تجسم کردم، لحظه به لحظهش ساختم که میزنم دنده 1، دنده 2، فلان، ماشین میره و در نهایت من قبول میشم. این تجسمه رو که انجام دادم اومدم بیرون، رفتم شام خوردم، اومدم دوباره تجسم کردم. چند دقیقه بعد دوباره تجسم کردم. اون شب نمیدونم چند دفعه، ولی تعداد زیادی اینه تجسم کردم و فیلمش توی ذهنم پخش کردم. فردا صبحم که بلند شدم قبل از اینکه برم 7-10 مرتبه این فیلم رو توی ذهنم تکرار کردم و رفتیم توی جلسه عملی. آزمون کتبی بود. آزمون کتبی رو انجام دادیم، قبول شدیم و رفتیم واسه آزمون عملی. من تو تجسمم دیده بودم نفر سومم، نفر 4مم فکر کنم. یعنی 1 نفر نشسته بود، 2 نفر نشسته بودن، من نفر 4م می شدم و دیدم که اون 3 نفر تو تجسمم متاسفانه رد می شدن و من می رفتم و آزمون می دادم. دقیقاً من شدم نفر 4م. 3 نفر رفتن، هر 3 نفرم رد شدن. من لحظه‌ای که می‌خواستم سوار شم اصلا ترس نداشتم. دقیقاً انگار بدنم و ذهنم میدونست میخواد چی کار کنه. در ماشین باز کردم، نشستم، کمربند بستم. مهمم نبود انگار برام آقا قبول میشم نمیشم. اختیارمو سپردم دست ذهنم. آقای افسر گفت حرکت کن. حرکت کردم. دنده 1، دنده 2، دنده 3 فلان و پارک گرفتم. یه پارک گرفتم و عرضم بزرگ شما یه چند قدم که رفتیم گفت همینجا نگه دار. منم وسط خیابون نگه داشتم. بعد گفت اینجا جای نگه داشتنه. گفتم جناب سران خودت گفتی. برگر آورد بیرون، گفت که خلاف کردی ولی چون رانندگیت خیلی خوبه، راننده‌ای امضا کرد و من کیف کردم. گرفتم اومدم بیرون. عمو حجتم اونجا تعلیمی بود و داشت شاگرد می‌بود. گفت محمد فردا ساعت چند میای؟ من برگر بودم عمو حجت قبول شدم. گفت مگه میشه تو 2 جلسه اومدی 3 جلسه اومدی؟ و این اتفاق اون روز افتاد. این اولین باری بود که من از قدرت تجسم استفاده کردم و به یک هدف رسیدم. بعدها از این توی زندگیم واسه درمان یه بیماری استفاده کردم که داستانش رو بعداً براتون میگم. ولی من متوجه شدم اون موقع هنوز واقعاً این کتابای روانشناسی و تجسم خلاق و اینا هنوز نبود هیچ کدوم و من ناخودآگاه این کار انجام داده بودم و شروع کردم از این توی مراحل مختلف زندگیم استفاده کردم و حسابی ازش بهره بردم. الانم تو سن 56 سالگی واقعا این بدن سالم و خوش فرمی که دارم هنوز من هر روز صبح در این بدن رو برای خودم تجسم کنم که بهترم شده. نکته‌ای که وجود داره اگه میخوای این تجسم اثر بخشش بیشتر باشه یه کاری که انجام میدی یه عکس از اون هدفی که میخوای داشته باشی رو به تعداد زیاد چاپ کن و جاهایی که رفت و آمدت زیاده بچسبون. تو مثلا میخوای وزنت کم کنی یه عکس درست کن. الان هوش مصنوعی هم خیلی کمک میکنه از اون بدنی که میخوای داشته باشی. اینو پرینت بگیر، پرینت رنگی، مثلا تو دستشویی، تو حموم، روی مانیتورت، نمیدونم تو اتاق کارت، اداره میری تو ادارت، رو گوشی موبایلت هر موقع که بازش میکنی ببینیش. تکرار تکرار تکرار. این تکراره باعث میشه که ذهنت گرم میشه، استارت میخوره، میپذیره که این بدنا داره و تمام راههایی رو که لازمه به تو نشون میده تا تو وارد این پروسه بشی. مثلا
این کار انجام داده. یه فیلم از ما دیدی آقا ایزی فیت، لاغری بدون رژیم غذایی، یا 20 سال جوانتر شوی، یا هر دوره دیگه ای. یا یه دوست بهت میگه آقا من میخوام برم باشگاه، میای بریم، راههاش میاد جلوت، کافیه ذهنت بپذیره. این اصل موضوع تجسم بود. حالا میخوام بهت بگم که تو اگه میخوای یه تجسم خوب داشته باشی 4 تا نکته رو باید حتما رعایت کنی، یادداشت کن. 1. هدف واضح داشته باش. دقیقاً باید بدونی چی میخوای. اگه میخوای درآمدت اضافه کنی، نگو میخوام درآمدم اضافه بشه، بگو میخوام درآمدم ماهی 100 میلیون تومان باشه. حالا فکر کن با این 100 میلیون تومانه چه کارهایی میخوای انجام بدی. پس اول هدف دقیق. اگه میخوای به تناسب اندام برسی، اون بدنه رو تجسم کن، قشنگ ببینش، عکسش رو درست کن، قشنگ ببین. نکته دوم، جزئیات. دوستان عزیز، این فیلمه که داره میسازی پخشش میکنی رنگی باید باشه، رنگا کامل مشخص باشه، صداها مشخص باشه، حتی بوها رو میتونی احساسشون کنی. و از همه مهمتر احساساتیه که شما باید داشته باشی، که این میشه قدم سوم. یعنی احساسات واقعی که آقا من رسیدم به اون هدفه. این احساسات واقعی که اون رسیدی و فیدبک گرفتی، دیگران دارن تعریف میکنن، خودت نگاه میکنی به اون بدن، کیف میکنی، این میشه احساسات واقعی. و نکته 4، استمرار و تکرار. دوستان عزیز، شما با 1 بار تجسم کردن به هدفی نمیرسید. 2 بار 3 بار، باید روزی 2 مرتبه حداقل این کار انجام بدی. به تکرار انجام میدی، چون ذهن ناخودآگاهت باید بپذیره این موضوع رو و این پذیرفتنش با تکرار اتفاق میفته. خسته نشو، ادامه بده و به نتیجه مرسی. پس 4 تا نکته واسه تجسم. 1. هدف واضح. 2. جزئیات دقیق توی فیلم. 3. احساسات واقعی داشته باشی و 4. استمرار داشته باشی. حالا بیاید ببینیم چه اشتباهاتی میتونه وجود داشته باشه توی موضوع تجسم. اولیش که مشخصه، مبهم بودنه. هدف مشخص نباشه. آقا میخوام وزنم بیارم پایین، آقا میخوام درآمدم ببرم بالا. دقیق صحبت کن، ذهنت با دقیق بودن کار پیش میبره. نکته دوم، شک نداشته باش. داره تصویر سازی میکنی، شک نکن به اون تصویر سازی و این موضوع رو بدون شک با ایمان انجام بده. بذار قلبت اونو دقیق ببینه، اون حس مثبت رو، اون عشق رو دریافتش کن. با شک کردن به روند ببخشید روند رو مختل میکنی. اون چند دقیقه رو آقا از منطق بیا بیرون، از شعور اصلا بیا بیرون، فقط فکر کن به اون هدف رسیدی و من بهت قول میدم که بهش میرسی. اشتباه سوم چیه؟ گاه به گاه انجامش بدیم. 1 هفته عالی انجام بدیم، آقا نشد، آقا کار داشتم، آقا فلان، ولش کنیم. این تمرین در روز 2 تا 5 دقیقه، 2 تا 10 دقیقه از تو وقت میگیره. اگه براش وقت بذاری نتیجه میگیری، اگه براش وقت نذاری نتیجه نمیگیری. بنابراین مرتب انجامش بده. پس این 3 تا اشتباه چی بود؟ مبهم بودن، هدف مشخص نباشه، با شک تصویر سازی کنیم و این متمادی انجامش ندیم. این موضوع دوستان عزیز کجاها کاربرد داره؟ تو هر هدفی که توی زندگی داری تجسم میتونه کمکت کنه. اصطلاحی وجود داره، همه بزرگان علم موفقیت میگن هر چیزی رو که بتونی تجسم کنی میتونی به دست بیاری. چند وقت پیش یه فیلم دیدم، یه خانم 82 ساله توی مسابقه قوی ترین آدم ها تو دنیا شرکت کرده بود. این مسابقه شامل چه چیزیه؟ شامل مثلا 20 کیلومتر شنا، مثلا 40 کیلومتر دوچرخه سواریه و یه ماراتون 42 کیلومتریه و یه خانم 82 ساله اونجا موفق شد. چرا موفق شد؟
چون تجسم کرده بود میتونه این مسیر را بره. ذهنیت ما چیه؟ 82 سال باید تو بیمارستان باشه، باید مرده باشه، باید انواع مریضی رو داشته باشه. ولی تجسم به شما کمک میکنه این کار انجام بدی. تمرین: یک هدف برای خودت مشخص کن، چیزی که اولویتته، تناسب اندامته، اضافه کردن درآمدته، داشتن ارتباط بهتر با پارتنرت، با همسرته، هر چیزی داشتن حال خوب بیشتره. یه هدف انتخاب کن و خودت متعهد کن. روزی 2 بار، صبح که از خواب بلند میشی، شب قبل از اینکه بخوابی، تجسم کنی اون هدفی که میخوای به صورت یک فیلم توی ذهنت پخشش کنی، واضح و شفاف، با ایمان، با احساسات عالی، و این کار به صورت متمادی انجام بدی. نتایجش ظرف مدت 15 روز 20 روز توی زندگی خواهی دید و وقتی که اولین نتایج بگیری دیگه تجسما رها نخواهی کرد. نکته: ببین رفیق، موضوع اینه که اگر اون چیزی که یاد میگیری و انجام بدی توی زندگیت به اهدافت میرسی. اگر فقط ویدیو ببینی، اگر فقط نگاه کنی، گوش بدی، بگی به به چقدر عالی فلان، نتیجه ای نمیگیری. ازت میخوام آموزشایی که میبینی اجرا کنی. این تمرین سختی نیست. 2 تا 5 دقیقه، 2 تا 10 دقیقه، اول صبح و آخر شب که میخوای بخوابی انجامش بده، نتایجش ببین. وقتی توی تناسب اندام گرفتی ببر توی درآمد گرفتی ببر توی حال خوب، ولی انجامش بده. این موضوع بیش از 100 ساله تو دنیا روش کار میشه و میلیون ها مورد جواب گرفته در موردش هست. در مورد همه چیز، انواع بیماری ها رو مردم با قدرت تجسم شفا دادن تا رسیدن به هر هدفی. تمرین انجام بده. بیا درس بعدی میخوایم در مورد قدرت کلام و جملات تأکیدی مثبت برای نفوذ به ذهن ناخودآگاه و رسیدن به اهداف توی زندگی با همدیگه صحبت کنیم. به امید ملاقات شما در قله‌های موفقیت.